خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. پنجکند. در اول سال 30 قرن 20 تمام مملکت بزرگ شوروی را گرسنگی و قحطی شدید فرا گرفت. در سمرقند نیز اثر این گرسنگی خیلی سخت و طاقت فرسا بوده است. در آن سالها ما خرد بودیم و قحطی و گرسنگی را احساس نکرده ایم. فقط در خاطر دارم در ایوان پیش خانه یک عرابچه چوبینی بچگانه را به سنگچه و کلوخ پر کرده از این طرف ایوان به آن طرفش به گفت خودمان به دکان نان میکشانیدیم. قحطی و گرسنگی به درجه سخت بوده است که از مغازه و دکانهای شهر حتی مقداری با زبار نی یعنی کارتوچکه های نان مقرر شده را پیدا کردن ممکن نبوده است. مادرم اسباب سیم و زری سالهای عروسی خود را به تدریج به مگزین مخصوص برده می سپاریده است و در عوض آن آرد و روغن آورده دفع گرسنگی می کرده است. این مگزین ها را تارکسین می گفتند و در بچگی هم از زبان پدر و مادر این نام را بسیار شنیدم. اما تا امروز معنی تارکسین برای من روشن نشده است. در این سالها استالین طرز اقتصادی نپ را محو نمود. به جای چروانهای طلایی سالهای 20 روبلهای نوی به قرب بلشویکی در معامله جاری شد. در نتیجه پول معاش معلمان و کارمندان اداروی خیلی پست رفت. پدرم که پیش از این با چروانهای طلایی ماهانه خوب می گرفت مفلس شد و یک ماه پول به یک روزه تأمین غذای عائله نمی رسید. علاج یافتن لازم بود که بچه ها از گرسنگی نمیرند. علاج مشکل بیدرمان را پدرم با یاری یک دوستی خود پیدا کرد. دوستی پدرم فتاح رحمت الله زاده یا رحمت زاده از ضیاییان پیش قدمی سمرقند بود و با پدرم دوستی دیرینه داشت. رحمت زاده سالها در سمرقند به کارهای مکتب و معارف مأمور بود و بعدها به دوشنبه تخمینا سالهای 40 آمده در همینجا مقیم گردید. من در دوشنبه به واسطه پسر ارشد ایشان خورشید رحمت الله که خادم نشریات و مسئول به نشر کتاب‌های درسی بود گاهی به منزل آنها رفته به صحبت پدرش می رسیدم. رحمت زاده شخص خوش صورتی آرام و چهره و چشمانی پرتبسم داشت. به آواز نرم گپ می زد و از دوستی خود با پدرم به گرمی یادآور می شد. رحمت زاده در اول سالهای 30 همانا برای بهنمودن وضع زندگی به پنجکند می رود و در شهر و اطراف آن به کارهای مکتب و معارف مشغول می شود. رحمت زاده پدرم را نیز ترغیب می کند که مدتی به پنجکند رفته وضع زندگی را به اعتدال بیارد. سال 1932 پدرم به پنجکند می رود. وضع ما به آن کس چگونه بود در یادم نیست. فقط در خاطرم هست که مادرم به پدرم خط می نوشت و خط می گرفت. باری من که نوشتنی بعضی حرفها را یاد گرفته بودم به پدرم در یک کاغذ مکتوبی نوشتم. پدرم خطی مرا با افتخار به دوستانش نشان می داده است. رحمت زاده در ملاقات‌های سالهای آخر از همین مکتوب من یادآور می شد. پدرم هر سری چند وقت به ما پول و آرد و برنج می فرستاد. باری به مادرم خبر داده است که به قریبی آدم شناسش را می فرستد و ما را به پنجکند کوچانده می برد. بعد از 3-4 ماه پدرم و برادری کلانی غنی سلامزاده عبدالنبی قصاب که نیز در پنجکند بود برای بردن عائله هایشان رحمان قل نام عرابکش را به سمرقند فرستادند. ما و مادرم یک شب پیش به حولی برادران غنی سلامزاده رفته همانجا خوابیدیم تا که بامداد چشم روز گشاده نشده به راه برآییم. در خاطر دارم که تابستانی گرم بود. سحری بر وقت
در تاریکی بیدار شدیم. به عرابه هایی که نزد حولی عبدالنبی اکه و برادر آنش قطار شده بود نشستیم. کوچها را به عرابه ها بار کردند. سپیدی روز ندمیده عرابه ها به حرکت در آمدند و ما راه پنجکند را گرفتیم. راه سمرقند و پنجکند در آن سالها نسبتاً وسیع و در مسافه های زیادی راه با ریگ و سنگریزه هموار شده بود. با وجود این بعضی مسافه ها پر از خاک بود که هینی گشت عرابه ها چرخ ها و سم های اسب گرد و غبار را برخیزانده به سر و روی ما می ریختند. پستی و بلندی ها گاه گشت اسب ها را به دشواری می کشید و تراخ و طرق عرابه ها را زیادتر می کرد. بیشتر از همه ما کودکان را گرمای هوا عذاب می داد. آفتاب تا رفت بلند شده شعله های آتشین خود را به سری ما شدیدتر و سختتر می انداخت. بسیار بچه ها قی کرده تشنه می ماندند ولی آبی درست خوردنی هم نبود. خواهر کلانم همایون خان نیز از فرط گرمی و بی‌حضوری دل شلپر شده بیحال می خوابید. من باشم با وجود گرما چشم ناپوشیده راه و منظره های اطراف را تماشا می کردم. گشت پیشین بود که صدای بجر تپه رسیدیم برآمد و عرابه ها را به سرای کلان در آوردند. همه ما در ایوان جای گرفتیم و از گرمای پرشدت نصف روزی کمی تسکین یافتیم. در اینجا غذا خوردیم، از چای و آب تشنگی را شکستیم، 1-2 ساعت استراحت کردیم و باز به راه در آمدیم. وقتی گاوگم به پنجکند رسیدیم، عرابه ها به کوچه پست خم داخل شده در پیش حولی ایستادند. بعد از چند وقت پدرم را دیدم که با عبدالنبی عمک به پیشوازی ما برآمدند. از عرابه ها پیاده شدیم و به حولی کلانی درختزار و سلقین در آمدیم. این حولی رحمان قلی عرابه کش بود. همه در راحت و آرامش بودیم. کی می داند شاید بوی سبزه و برگانی درختان به من همان بوی و نفسی گرمی جام بخش باغ قواله را آورده باشد. ولی در اینجا یک صدای فارمی ناآشنا حس کردم. نمیدانم از این صدا پرسیدم یا نه. در هر صورت فهمیدم که این آواز شاخاب و شاخابچه های زرفشان بوده است که در مسافه نزدیک از این حولی جاری می شده است. این یک صدای تازه نوازش پروری بود که باری اول به گوشم می رسید و این آواز در زندگی کودکانم نویدی مرحله نو بود.